کره زمین، جایی که انسان توی زندگی میکنه. زمین ما نسبت به جهان قابل مشاهده خیلی کوچیکه، اما تو این جهان به این بزرگی ما تنهاییم یا موجودات دیگه هم زندگی میکنن که ما ازشون خبر نداریم. قبل از اینکه بپردازیم به این موضوع، ما شنبه شب‌ها ویدیوهایی در مورد مسائل عجیب و سوال برانگیز براتون آپلود میکنیم. پس حتما میستریولوژی رو سابسکرایب کن تا ویدیوهای جدید رو از دست ندی. بریم سراغ ویدیو. همونطور که تو اینتروی ویدیو گفتم، زمین ما نسبت به جهان قابل مشاهده، یعنی قسمتی از جهان که تا به امروز تونستیم با تلسکوپ ببینیم، خیلی کوچیکه. همونطور که احتمالاً میدونید، مایه اصلی شکل‌گیری حیات آبه و هزاران میلیارد سیاره مثل زمین وجود داره که آب توی این سیارات به وفور یافت میشه. برای مثال سیاره کلپر 452 که در سال 2015 کشف شد، که از لحاظ تشابه آب و هوایی میشه گفت تقریباً کپی زمین خودمونه. خب مسلماً توی همچین شرایطی حیات شکل میگیره. پس ما چرا هیچ اثری از فرازمینی‌ها رو توی این سیاره نمی‌بینیم؟ طبق گفته‌های گوگل، اولین تلسکوپ برای مشاهده فضا در سال 1668 به نام تلسکوپ نیوتنی ساخته شد و این نشون میده که ما تنها 355 ساله که تونستیم سیارات دیگر رو به وسیله تلسکوپ ببینیم. این عدد یادتون باشه. ما گفتیم سیاره‌ای مثل زمین که دارای شرایط حیاته خیلی زیاده، اما فاصله این سیاره‌ها هم خیلی زیاده، به طوری که بسیاری از این سیارات میلیون‌ها سال نوری با ما فاصله داره. پس اگر قرار باشه اثری از فرازمینیان و تمدن فضایی رو ببینیم، میلیون‌ها سال قبلشون رو می‌بینیم. اما بیاید یه خورده از بحث علمی فاصله بگیریم و بپردازیم به اطلاعات روز و شایعات. برخی‌ها تصاویری از یوفا و فرازمینی‌ها رو دیدن که احتمالاً شما هم چیزایی در موردش شنیدید و دیدید تو اینستاگرام. اما چیزی که جالبه اینه که در منطقه 51 واقع در صحرای نوادا که به گفته عام مردم تو این منطقه آزمایشاتی بر روی فرازمینی‌ها به دور از چشم روزنامه و به دست دولت انجام میشه که توی یه ویدیوی مفصل راجعش صحبت می‌کنیم. پس حتما سابسکرایب کن. اما چیزی که توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده، این مردی که توی تصویر می‌بینید، باب لازار. این فرد توی منطقه 51 کار می‌کرده که در سال 1989 از کار توی این منطقه استعفا میده و شروع میکنه صحبت کردن از بشقاب پرنده‌ها. اینکه چطور میشه یه بشقاب پرنده رو ساخت یا این بشقاب پرنده‌ها چجوری کار میکنن و فاش کردن اطلاعات در مورد کاری که توی منطقه 51 میکرده. به گفته برخی اظهارات و خود این شخص، لازار وظیفه مهندسی معکوس روی بشقاب پرنده‌ای که توی این منطقه سقوط کرده بوده رو داشته و برخی‌ها حتی میگن توی یکی از این چندین بشقاب پرنده‌ای که به زمین برخورد کرده و از دید مردم پنهان شده 4 بدن کاملا متفاوت نسبت به بدن انسان، دقیقاً شبیه به اون چیزایی که توی کارتونا دیدیم، با دستای بلند و سرهای بزرگ دیده شده که 3 تای اونا مرده بودن ولی یکیشون زنده بوده. به نظر شخص بنده اینا صرفاً یه مش داستان تخیلیه، چون این روزا با وجود برنامه‌های ادیت ویدیو خیلی نمیشه به عکس‌ها و فیلم‌ها استناد کرد. اما دولت‌ها هم برای پیدا کردن مدنیت‌های جدید دست رو دست نگذاشتن و در سال 2017 پیام‌هایی رو به سمت سیاره‌های جدید که امکان حیات در آن وجود داره فرستادن. این پیام‌ها در قالب سیگنال‌های قوی به سوی این سیارات ارسال شده که در این پیام‌ها اطلاعاتی در مورد وجود تمدن انسانی در کره زمین وجود داره که اگر موجوداتی در این سیارات وجود داشته باشن و این سیگنال‌ها رو دریافت کنن و بهش پاسخ بدن، پاسخ این پیغام‌ها در سریع‌ترین حالت ممکن 21 سال دیگه به دست ما خواهد رسید، یعنی تو سال 2044. که این موضوع هم به اما اگرهای زیادی بستگی داره. مثلا احتمال اینکه اصلا مدنیتی توی این سیارات وجود داره یا نه، یا اینکه اگر هم وجود داره این موجودات تکنولوژی لازم برای دریافت و فهم این پیغام‌ها رو دارن یا نه، و اگر هم دارن و بتونن پاسخ رو در قالب سیگنال برای ما ارسال کنن، ما اصلا میتونیم بفهمیم اینا چی میگن. سیگنال‌ها با طی کردن مسافت‌های طولانی ذره ضعیف و پراکنده میشن و خیلی هم نمیشه روشون حساب کرد و باید بگم خیلی امیدی به دریافت پیام از سوی این موجودات وجود نداره. خیلی عمیقا باور دارن تصاویری که از حرکت یوفا در فضای اینترنت پخش شده حقیقته و تعدادی هم خودشون ادعا میکنن که به چشم این اجرامو توی فضا دیدن. اما چیزی که جالبه اینه که آقای ادگارد میچل، ششمین نفری که با به کره ماه گذاشته، ادعا کرده که یوفا کاملا واقعی ان. علاوه بر این آقای دیوید گراش، افسر سابق نیروی هوایی آمریکا، با جدیت تمام گفته دولت آمریکا بقایای بشقاب پرنده‌ها و آدم فضایی رو که به زمین برخورد کردن رو در دست داره و روی اونها آزمایش میکنه. که بیاید یه بخشی از صحبتاشون رو بشنویم. Were they, I guess, human or non-human? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge. اگر این حرفا درست باشه، موجودات این سیاراتی که از اول ویدیو در موردشون صحبت کردیم قبل از ما دست به کار شدن و شروع کردن به گشت و گذار توی فضا و در نهایت تونستن مدنیت انسان‌ها رو روی کره زمین پیدا کنن. مسئله فاصله هم طبق صحبت‌های آقای باب لازار اصلا برای این موجودات مشکل خاصی نیست. چراش الان توضیح میدم، ولی لازمه یه چیزی رو بدونید. ما مسافت بین ستاره‌ای رو توی فضا با واحد سال نوری و سرعت نور اندازه‌گیری می‌کنیم و اگر انسان روزی به تکنولوژی دست پیدا کنه که بتونه باهاش بالاتر از سرعت نور جابجا بشه، در واقع انسان میتونه تلپورت کنه. تلپورت هم یعنی مثلا این لوگو اینجاست، بعد یهو میاد اینجا، بدون اینکه شما بتونید جهت حرکتش رو متوجه بشید و سرعتش رو بسنجید. به این ویدیو نگاه کنید تا خوب متوجه بشید.
speed up the image infinitely, and the car disappears. خب حالا که درک بهتری نسبت به قضیه تلپورت کردن داری، این آقای بابلازار گفته که بشقاب پرنده‌ای که داشته مهندسی معکوسشون می‌کرده از عنصری به نام مسکوویوم به عنوان سوخت استفاده می‌کردن. با استفاده کردن از این عنصر دور بشقاب پرنده‌ها یه فضای گرانشی به شکل قلب درست میشه که باعث چرخش و حرکت بشقاب پرنده میشه که این میدان گرانشی ایجاد شده به حدی قوی عمل میکنه که کاملا با میدان گرانشی دور و برش تفاوت داره. ما تو این ویدیو سفر در زمان توضیح دادیم که وقتی میدان گرانشی و سرعت یک جسم از محیط دور و برش بیشتر باشه دیگه زمان برای اون جسم معنا نداره و با دونستن این قضیه کسانی که این بشقاب پرنده‌ها رو کنترل میکنن زمان براشون خیلی کندتر میگذره. پس میشه گفت این بشقاب پرنده یه جورای ماشین زمانه. باید بگم خب اگه حرفای آقای بابلازار درست باشه با چیزایی که ما در مورد این عنصر و قدرت میدان گرانشی میدونیم، اگه واقعا یه مدنیت به تکنولوژی این بشقاب پرنده دست یافته باشه، اومدن به زمین و پیدا کردن انسان خیلی براشون مسئله سختی نیست. هرچند همه این حرفا تو اما اگر رو نمیشه باورشون کرد. اما این جهان خیلی بزرگه و مسافت‌های 1 سال نوری و 2 سال نوری اصلا جایی رو تو این جهان نمیگیره. با این همه انسان با سفر به ما فقط تونسته 1 ثانیه نوری از زمین فاصله بگیره. این خیلی فاجعه است، چون این فواصلی که از اول ویدیو تا اینجا در موردش صحبت کردیم حتی از کهکشان راه شیری خارج هم نمیشه. با این وجود ما هزار میلیارد کهکشان داریم با شرایط حیاتی مختلف که با هر پلکی که میزنیم همینجوری بزرگ و بزرگتر میشه و خنده داره که فکر کنیم تو این جهان تنهاییم. راستش رو بخواید بیشتر ترسناکه، چون اگه ما واقعا تنها باشیم خیلی ترسناکه، اگر هم نباشیم بازم خیلی ترسناکه، چون مدنیت‌هایی وجود داره که ازشون خبر نداریم و کی میدونه شاید یه روزی مجبور باشیم باهاشون بجنگیم.